به خاطر بهتر شدن مشتکاتو ضربه پای بچه ها رو میاری جلوی تشک، میگیم بچه ها بالانس بزنین، هاتون رو پرت کنین، محکم بزنین به تشک. این باعث میشه که چی؟ پشت‌پاهاشون قوی بشه. میگه نترس، پاره نمیشه، تو بالانس بزن پرت کنه. این بچه ها میگم محکم میکوبن بود، دستتون رو میگیرین، دستتون هیچ کار نمیشه، بزن بالانس بزن ضربه بزن به دستم. میگه محکم‌تر بزن، برو محکم‌تر بزن. بچه رو این پشت‌پاهاشو اونجا باید بکنه که بعد بتونه اینجا دیواری خوب بره، این پشتک خوب بره. برات اینجا باید پشت‌پاهاشو قوی کرد. تو شیرجه‌ها که میگیم پاش حالت دنب ماهی که میره بالا ضربه میزنه، اینجا میتونیم ضربه. خب اما وارو یک سطح اینجا بیا. نه بچه ها میگه بچه ها کنار دوشک باستی، پاها خم، ضربه ببر بالا. برو یه بار دیگه. همه فکر میکنن که وارو خیلی بقول من اگه دوشک امکانات داشته باشی، ما پاساژ ژاله‌ای داشتیم، ولی من نتونستم تا روز آخر که بعد مهدیات بره کارایش میده. چرا؟ چون امکانات نداشت. یه دوشک داشتیم خیلی بالا، ولی اگه چند تا دوشک داشته باشیم این اینجا این آب خورده، این آب خورده. برو یه بار دیگه. خب حالا پادو جمع کن تو سینه بپر ساخت. آره همون قرفت جمع تو سینه هم آره. خب به این مرحله که رسید، همین دوشکایی که ما انجام دادیم